است. ایمانی که 3 تا معیار می داشته باشد: ترس از خداوند، محبت با خدای پاک و درک حضور پروردگار جلال شأنه. معیار دوم نگاهی ذکی. معضل دومی که بشریت امروز دارد معضل ناسلامتی انسان است. انسان ها امروز تا سرحد دکترا و مافوق تحصیل میکنند، بهترین سطح زندگی و رفاه معیشتی را دارند، بهترین تکنولوژی و فناوری ها را دارند، قدرت سرشار از قدرت و منابع هستند، اما متاسفانه سلامت ندارند. مانای ناسلامتی است که انسان به خودش آسیب میزند و به دیگران ضرر میرساند. جلو نارامی ها و کشمکش ها و اضطرابات باطنی خود گرفته نمیتواند. شما در همه کشورهای دنیا به اصطلاح از مطالعه کنید، معلومات پیدا کنید، یکی از بزرگترین دغدغه‌های مردم مهار کردن سرکشی ها و کشمکش های باطنی شد. چه کشورهای مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه، یکی از مهمترین دغدغه ها و معضلات از اون تکالیف روانی است، تکالیف ذهنی است، تکالیف روحی است که به نام‌های مختلف در جای یاد میشه. و هر فرد یک بخش قابل ملاحظه سرمایه خود صرف از این تکالیف میکنه. سردردی ها، پریشانی ها، اضطراب، تشویش، بیخوی، جگرخونی، افکار بسیار اذیت کننده و آزاردهنده که این نارامی ها و فشارهای باطنی سبب کشیدگی های ظاهری میشه. انسان بد اخلاق میسازه، انسان دروغگو میسازه، انسان فاسد میسازه، انسان مرتد میسازه، انسان ظالم و شریر میسازه. این انعکاسات همگیش به دلیل نارامی های باطنی انسان است، به دلیل بی‌تربیتی باطنی انسان است یا نبود تزکیه است. بلند قرآن شریف خدمت دوم را که به بشریت میکنه، کمک دوم را که به بشریت میکنه تزکیه است. یعنی یگانه کتابی که دایه‌دار تزکیه است در این زمین قرآن عظیم‌شان است. هیچ کتاب زمینی و آسمانی دیگه این کار کرده نمیتونه. چرا کتابای ما قبل آسمانی تحریف شدن و کتابای زمینی ظرفیت ندارند. موضوع کتابای زمینی مسائل نیست. موضوع کتابای زمینی مطالعه طبیعت و راه‌های تسخیر طبیعت است. که انسان چطور زمین و فضا را تسخیر کرده میتونه و به خاطر منافع خود استفاده کرده میتونه. موضوعش تسخیر انسان نیست، تربیت انسان نیست.